بحث این جلسه در رابطه با انواع سکته مغزی هست. به نام خدا. انواع سکته مغزی خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه ما درمان سکته مغزی یا بر اساس انواع سکته مغزی انتخاب میکنیم. ما به طور کلی 2 دسته سکته مغزی مهم داریم. دسته اول سکته های مغزی غیر خونریزی دهنده هست و دسته دوم سکته های مغزی خونریزی دهنده. غیر خونریزی دهنده به این معنی است که اون شریانی که داره خون مغز رو تغذیه میکنه یه لخته یا یه دبری در واقع جسمی میاد و اون خون رسانی رو مختل میکنه و یه محدوده ای از مغز خون رسانیش مختل میشه و علائم خاص اون محدوده شریانی ها ایجاد میکنه. سکته های مغزی خونریزی دهنده سکته های مغزی هستند که در اثر خونریزی ایجاد میشه، یعنی اون شریان باید پاره بشه، اون شریان مغزی پاره میشه و این خونریزی ایجاد میشه که حالا خود همون سکته های مغزی غیر خونریزی دهنده یا سکته های مغزی خونریزی دهنده هر دو دسته های مختلفی دارن که در جلسات بعدی من توضیح خواهم داد. لازم به تذکره که سکته های مغزی غیر خونریزی دهنده شیوع بیشتری دارن و در ایران نزدیک 85% سکته های مغزی رو تشکیل میدن و سکته های مغزی خونریزی دهنده نزدیک 15% یا کمتر. خیلی ممنون.